نقطه‌ای از ایران اسلامی 500 متر زیر زمین شهری است که حتی در خیال دشمن هم نمی گنجد. بیا با ما همسفر باش و نگاهی بیانداز گوشه‌ای از اقتدار دفاعی سپاهیان اسلام را. من به ملت ایران قول میدم کوچکترین خدشه، تهدید یا ناامنی از ناحیه بیرون مرزها متوجه کشور نخواهد بود. این گزارش بازدید فرمانده نیروی هوافضای سپاه از یکی از شهرهای موشکی این مرز و بوم است. آتشفشانی در اعماق زمین که اگر فوران کند خانمان سوز است برای هر بیگانه. پیرامون ما همه کشورها ناامنه و کشور ما در اوج ثبات قرار داره. اینا نتیجه تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح، پاسداران ما، بسیجیان ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ماست. از این بابت باید ملت ایران مطمئن باشند. سرکشی به پایگاه‌های موشکی در سراسر جغرافیای ایران اسلامی و دیدار چهره به چهره با متخصصان جانبرکف و اطمینان از آمادگی دائمی سایت‌های موشکی برنامه همیشگی فرمانده است. ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشیم. هم به وفور یگان داریم، پایگاه داریم، گروه داریم، منطقه داریم، هم الحمدلله موشک و این روند ادامه داره. و این بار ما میهمان سردار شدیم در یکی از محرمانه ترین مراکز موشکی کشور عزیزمان ایران. آنچه که شما میبینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه. تونل های تو در تو و تا چشم کار میکند موشک های دوربرد بالستیک، موشک هایی که بر روی لانچر سوار است و آماده پرتاب و روحیه و ایمان و اعتقاد مردانی که فقط منتظر دستورند. پاسداران عزیز همه در اوج آمادگی هستند، منتظرن که امام خامنه ای عزیز لب تر کنه. تونل هایی که نوین ترین ماهواره ها و رادارهای جاسوسی را خسته می کند و حتی اگر هم شناسایی شود سردار ترسی از آن ندارد. آنقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستن مقابله بکنن با مجموع پایگاه های ما. و اینجا نمای کوچکی از گزینه های زیر میز ماست مقابل گزینه های روی میز آنها. و اینجا تنها یکی از صدها پایگاه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. موشک‌های دوربرد و پرقدرتی که 24 ساعته عملیاتی هستند و سپاهیان اسلام هر لحظه دستانشان بر روی ماشه است.